بریم سراغ نحوه راه اندازی این شمشاد زن. قبل از اینکه شمشاد زنتون رو روشن کنید یا باش کار کنید، حتما اطمینان داشته باشید قطعاتش مثل شمع و فیلتر هواش یا قطعات دیگرش مشکلی نداشته باشن و سالم باشن. همچنین روغن و بنزینشون عاری از هر گونه ناخالصی باشه. شمشاد زن‌های فاکس دارای موتورهای دو زمانه هستن. به همین دلیل خیلی مهمه که شما بدونید چقدر روغن و بنزین رو با هم ترکیب کنید. پس لازمه 40 سی سی روغن رو در 1 لیتر بنزین با هم مخلوط کنید. ولی ترکیب پیشنهادی ما برای راه اندازی اولیه شمشاد زن‌های فاکس 50 سی سی روغن در 1 لیتر بنزین. بریم سراغ روشن کردن دستگاه. اول شمشاد زن رو روی یک سطح صاف قرار میدیم. مخلوط سوخت رو در داخل باک ریخته و دریچه هوا رو باز کرده و برای رسوندن سوخت اولیه به موتور این پستونکی رو چند بار فشار بدید و برای روشن شدن موتور هندل رو به آرامی بکشید و اگر موتور روشن نشد این حرکت رو چند بار تکرار کنید. قبل از شروع به برش این نکته مهمه که از ایمنی خودتون مطمئن باشید. برای همین حتما از عینک و دستکش استفاده کنید.